نشد آپلود کنم و ترجیح این بود که حالا اسکرین رو شیر کنم تا بتونیم با هم دنبال کنیم وبینار امروز رو. مرسی از بچهای برگزار کننده رویداد که کمک کردن که بتونیم این رویداد رو با هم برگزار کنیم. بچه نکس اسکیل، محمد حاجیان عزیز و بقیه بچه ها. یک 2 دقیقه دیگه ما استارت میزنیم و سعی میکنم که هر چیزی که حالا تو این حوزه میدونم رو باهاتون شیر کنم بدون اینکه توجه کنم به اینکه این فوت کوزه‌گریه، این رو نباید گفت، این رو میشه گفت و هر چیزی که از این دست هست رو سعی میکنم باهاتون شیر کنم. سوالاتی هم که میپرسید رو برای اینکه رشته کلام از دستم در نره ممنون میشم که نگه دارید تو آخر بپرسید. من هستم تا بتونم سوالات شما رو جواب بدم تا جایی که دانشم قد میده و بهم کمک میکنه. دمتون گرم. آخر سال تو این بوده وسط سال، آخر سال البته وسط اسفند ما اومدیم وبینار و تمام تلاشم اینه که چیزی به دانسته هاتون اضافه بشود. خب بذارید من شیر کنم بعد با هم بریم سراغ این ماجرا. یک لحظه. خب یک لحظه اینا دوباره ببینم که آیا PDF می شود اکسپورت گرفت که یکم داره اذیت میکنه یا اینکه نمی شود. احتمالاً که بشود PDF اکسپورت گرفت. خب بذارین دوباره برای بار آخرم تست کنم من ببینم چالش رو میتونم حل کنم یا خیر که فکر کنم اوکی میشه ایشالله. خب SEO، این SEO بیشتر برای من حالت خودآموز بوده و دوره خاصی رو نرفتم سراغش که بخوام یاد بگیرم. خب بچه فایل نمیشه آپلود کنم، من صفحه رو شیر میکنم که باهاش جلو بریم و حالا اگه سوالی هم این وسط رو داشته باشید هر از گاهی برمیگردم رو صفحه که بتونم کامنتی اگه هست، صدا قطع و وصلی هست رو دیتاش رو در جریان باشم که تو چه استیتی. خب صدای من رو الان تقریبا همه فکر کنم دارن، همه 58 عزیز که جوین هستن. مشکلی تو صدا و تصویر نداریم با اوضاع اینترنت الان. خب قانون نانوشته در مورد آینده هوش مصنوعی SEO هم صحبت میکنیم، چیزی که احتمالاً ترستون هست و بابتش یه استرس ریزی هم دارید علاوه بر استرس‌های دیگه‌ای که تو حوزه SEO هست و اون استرس‌های الگوریتم‌ها و آپدیت‌ها و چیزهای دیگه. حالا AI هم بهش اضافه شده و دیگه استرسامون خیلی داره بیشتر از حد میشه و ممکنه خیلی همون تصمیم بگیریم که حوزه کاریمون رو عوض کنیم. بریم سراغ ارائه. بچه‌ها جسارت نمی‌کنم البته میگم بچه‌ها، این رو از من، این عذرخواهی رو پیش از من بپذیرید. میخوایم در مورد این که چطور میتونیم با AI رو کیورد ریسرچ تاثیرگذار باشیم، بتونیم عملکردش رو تا جایی که میشه تحلیل کنیم تو آینده و چطور انتخاب میتونیم بکنیم از بیس و هر آن چیزی که به کیورد ریسرچ ربط داره رو با هم مرور میکنیم تو این ارائه. خیلیاتون وقتی که میخواین یک ارائه رو ببینید در مورد AI با این ذوق میرید که آره بریم یک ارائه در مورد کار با AI، کاربردهای AI
و چیزی از این دست ببینیم و تو گام بعدی که یکم از وبینار میگذره میگید که ای بابا اینجام داره میگه که هوش مصنوعی چیست و خیلی سطحی داره کاربردهای AI رو میگه و چیزی از این قبیل. من سعی نمی کنم که بیام در مورد چیستیش بگم، سعی می کنم که بیام در مورد کاربردهاش بگم و یک نب چیستی AI داشته باشیم، چون که هممون میدونیم AI چیه، چه کاربردهایی داره، اما اینکه واقعا تو چه حوزه‌ای میتونیم ازش استفاده کنیم یکم ممکنه برامون گنگ باشه که این موضوع رو هم سعی می‌کنیم که با هم دیگه کاور کنیم و چالشی نداشته باشیم، این چیز جدیدی بهمون اضافه بشه. چه اهدافی داریم تو این وبینار؟ میخوایم که مفاهیم اصلی کیورد ریسرچ رو با هم باش یکم بهش آگاه تر بشیم. کاربردهای AI چه کاربردهایی داره، به شما یه ذهنیتی بدم اینکه میتونید از این کاربردها استفاده کنید تو انتخاب و اولویت بندی کلمات کلیدی با AI و اینکه ترافیک و رفتار کاربرها در قبال کلمات که داریم، اینتنت هایی که این کیورد ها دارن چی هستن. همه اینها رو سعی می‌کنیم با هم تو این وبینار بریم و بخش زیادی از وبینار به صورت عملیه و سعی می‌کنیم که از تئوری و اسلایدها فاصله بگیریم، بریم با چت جی پی تی و ابزارها تولزهای دیگه کار کنیم و ببینیم که چطور واقعا میتونیم ازش خروجی بگیریم. اصلا آیا AI جواب میده تو سئو یا نه؟ چند جا ممکنه مطلب تکراری باشه براتون، اما سعی میکنم که دیتایی جذابتر متفاوت‌تر بهتون انتقال بدم. حالا کیس استادی هم هست که تو آخر وبینار سعی میکنیم با هم مرور کنیم. اگه تایم بود، اگه مشتاق بودید، قبلا چند جا پرزنت کردم این کیس استادی رو، شاید برای شما نو و جدید باشه. اینکه کانتنت که با AI مینویسیم رتبه میگیرد یا خیر، کانتنت که توسط انسان نوشته شده است. به این سوالتون پاسخ میدیم با یک کیس استادی. تقریبا یه چیزی حدود 70%، بین 60 تا 70% تو حالا چند تا حوزه مهم و کلیدی ورودی وبسایت‌ها میدونیم که از طریق موتورهای جستجو هست. موتورهای جستجو خب گوگل لیدر این حوزه است و بینگ و داکتاکو و یاندکس و بایدو موتور جستجوی دیگه هم تو این حوزه فعال هستن. سهم بازار خیلی خیلی کمتری دارن نسبت به گوگل که لیدر بازاره و یه سهم عجیب و غریبی رو داره. حالا تو این چند وقت اخیر با ظهور AI یکم سهم بازار بینگ بیشتر شده، نسبت به قبل بیشتر شده، که مثلا از این جهت که مثلا این 2% شده 3%. شاید یکم خیلی زیاد نشده، همون 1% بین میلیاردها جستجویی که تو طول روز اتفاق میفته عدد بزرگیه. همون 1% احتمال داشت که ما تو ایران به دنیا بیاییم و اون اتفاق افتاد. پس 1% رو هم حتی تغییری که تو این بازار اتفاق میفته نباید دست کم بگیریم و به سادگی نباید ازش بگذریم. تغییر و تحولات خیلی زیاد داره اتفاق میفته که تو سوالی که پرسیدید داستان AI تو آینده، داستان سئو زیر سایه AI تو آینده چه خواهد شد، بهتون جواب میدم. خب پس نشون میده که اهمیت سئو برای ورودی ارگانیک از کانال های مثل موتور جستجو چقدر مهم و کلیدیه. خب 70% کلیک هایی که اتفاق میفته، بیشتر از 70% برای سایت های است که تو صفحه اول گوگلن، 1 تا 10 گوگل. حتی گوگل هم داره ای بی تست میکنه که از فیچر هایی که بالا میره. مثلا چند وقت پیش برای چند ماه صفحه بندیشو حذف کرد و حالت اینفینیتی یا نامحدود رو، بی نهایت رو آورد بالا، اسکرول بی نهایت. شما وقتی اسکرول میکردید مخصوصا تو نسخه موبایل و حتی بعداً تو نسخه دسکتاپ صفحه بندی گوگل رو نمیدیدید. حذف کرد اون صفحه بندی کلاسیکش رو و بعد یه مدتی دید که نه، خیلی اثرگذار نبود رو
صفحات دیگه که کلیک بشه و دوباره برگردون به حالت صفحه بندی. هدفش چی بود؟ این بود که میگفت که ببین صفحه 2 گوگل کلیک کمتری داره و من میخوام که فرصت بدم به صفحات که سایت هایی که تو صفحه 2 گوگل هستن و اونها هم کلیک بخوره. اما این اتفاق نیفتاد و فیدبک مؤثر و مثبتی نگرفت و دوباره برگشت به حالت قبلی. پس می‌بینیم که خیلی از تغییرات و برگشت رولبک هایی که داریم تو بیزنس های بزرگ هم اتفاق میفته، برگشت به عقب که داریم. من هر از گاهی برمیگردم، بله فایل پرزنتیشن هم بهتون میدم، خیلی به فایل متکی نباشید. من خودم هزاران فایل تو سیو مسیج دارم تلگرام و خیلی وقت اصلا شاید بالای 70% همونجوری رها کردم، داره خاک میخوره، فقط داره سرورهای تلگرام رو تحت فشار قرار میده. پس سعی کنید که از همین جلسه، از همین میتی که وبیناری که هستیم، یک دستاوردی داشته باشید و خیلی به این متکی نباشید که بعدا میرم یه ریویوی انجام میدم یا ویدیو رو بعدا میبینم و اینا. اگر کاری ندارید، تایم دارید، بمونید با هم یکم گپ بزنیم. خب من کارن آهنگری ام، علاقه‌مند به هوش مصنوعی و مدیر سئو فعلی بیتبین. تو اینستاگرام و تلگرام میتونید من دنبال کنید و هر سال دارید بپرسید تا جایی که بتونم بهتون جواب بدم. 3 تا مفهوم اصلی رو میخوام با هم مرور کنیم، خیلی کوتاه. سرچ اینتنت، کیورد ولیوم و کیورد دیفیکالتی. اولی میگه هدف جستجوی کاربر چیه، دوم میگه حجم جستجوی کیورد چقدره و سوم میگه سختی یک کیورد چقدره. خب هر کدومش رو با هم مرور میکنیم. اینها کلیدی هستن تو انتخاب کیورد هایی که داریم، با هم کیس به کیس با هم مرور میکنیم. من سعی میکنم که اسلایدها رو بتونم تو د پوینت بگم بهتون، کلید واژه وار بگم بهتون و خیلی سراغ حاشیه نریم. چرا ما دنبال این هستیم که کیورد ریسرچ رو یه بخشیش رو ببریم اتومات کنیم، با کمک AI کار رو در بیاریم؟ یک، ما همون منابع نامحدود نداریم، زمان نامحدود نداریم. حتی اگه توی بیزنس بزرگی باشی منابع محدود، نیروی انسانی محدود، کار خیلی زیاده. بیزنس کوچیک باشی خیلی منابعی نداری برای اینکه تایم بذاری روی بیزنس خودت. مثلا این بیزنس آوردی بالای فروشگاه آنلاین، یه سایتی، هر چیزی، و نیاز داری که بخش زیادی از کار رو بسپاری به یک نفر دیگه. اون فرد میتونه یه چیز در قالب هوش مصنوعی باشه. تغییرات سریعی داره تو الگوریتم‌های موتور جستجویی مثل گوگل اتفاق میفته و تا میایم که آپدیت کنیم خودمون رو با تغییر قبلی، میبینیم که الگوریتم جدید میاد بالا و نیازی که بر اساس همون دانسته‌مون رو آپدیت کنیم و بریم کیورد ریسرچ انجام بدیم. اینجا AI میتونه کمک کنه و خیلی سریعتر بتونه آپدیت بشه با الگوریتم‌های گوگل. تو کلمات کلیدی پرجستجو رقابت خیلی زیاده. مثلا تو حوزه ما خرید بیت کوین، قیمت ارزهای دیجیتال، قیمت ارز دیجیتال، قیمت تتر، رقابت به حدی زیادی که گاه هم ممکنه ما تو بازه زمانی که فشار زیاده بین رقبا خیلی روش تایم نذاریم. بر اساس اون میگیم که چقدر هزینه قراره بکنیم، چقدر آورده قراره بر ما داشته باشه. چرا؟ چون منابع اون محدوده و از لحاظ هزینه‌ای هم حتی توی صرافی ارزشیشان منابع محدودن و اینها تحت تاثیر میذاره آدمو که بره سراغ کار نو و کار جدید. و خب نمیتونیم خیلی دقیق عملکرد کلمات کلیدی رو پیش بینی کنیم که خروجی که این کیورد داره به چه چیزی منجر خواهد شد، چه آورده‌ای برای ما خواهد داشت. محمد جان چشم توضیح میدیم. بریم سراغ بعدی. یک نکته رو من همیشه دارم میگم، شما که اومدی دنبال AI، قطعاً کلیدواژه AI کیورد ریسرچ با AI شما رو قلقلک داده و تحریک کرده که بیاین تو این وبینار شرکت کنید. شاید این اصطلاح رو
از من شنیدید قبلا، سندروم پرش ابزاری میگم بهش، ذهن بیقرار میگم، یا هر چیز دیگه ای. چیه ماجرا؟ هر روز میگم که داره یک تولزی معرفی میشه، یک ابزار AI معرفی میشه و ما این شکلیم که واو دارم من اصلا عقب میفتم از قافله و خیلی نمیتونم استفاده کنم از این ابزار. امروز میرم با یه ابزاری کار میکنم، ناموفقم. فردا با یه ابزاری که جدید معرفی شده میرم لاگین میکنم، یکی دوتا کار انجام میدم، اینم نه، اینم خروجی نداره. پس فردا و تهش بعد یه مدتی به این نتیجه میرسم که من توانایی کار با ابزار AI رو ندارم، بلد نیستم، باختم، بعدم باختم به AI و دیگه زندگی تمومه، من دارم عقب میمونم از قافله. پیشنهاد من به شما اینه برای اینکه درگیر و دوچار این سندروم نشید، چند تا ابزار رو انتخاب کنید و فقط با اون ابزار کار کنید. چت جی پی تی، کوپایلوت، جمینای، نمیدونم هر چیزی تصویری اگه کار میکنید، میدجرنی و دالی و اینا. خیلی تعداد ابزارهایی که باش کار میکنید و توش عمیق هستید نباید بیشتر از تعداد انگشتان یک دست بشه. یکی بیاد بگه من 10 تا ابزار AI رو بلدم، من کارش رو قبول نمی کنم، میگم که تو بلد نیستی. ولی یکی بیاد بگه نه فقط با چت جی پی تی بلدم کار کنم، بهش احترام میذارم بابت اینکه سعی کرده که توی حوزه دیپ بشه. دمتون گرم. پس این رو از من به یادگار داشته باشید که اگه دیدید دوچار این سندروم میشید، سعی کنید که خودتون رو جدا کنید، فقط تو چند تا تولز دیپ بشید، عمیق بشید، یاد بگیرید، قلق گیری کنید و به دست بیارید. یکم فونتا به هم ریخته. واقعا AI تو اصلا کلن تو سئو یک انقلابی رو رقم زد، چون حجم بالای دیتا رو میتونه تو لحظه پردازش کنه، روندها و الگوریتما رو پیش بینی کنه بر اساس داده تاریخی و الگوهای پنهانی رو بیاد مطرح کنه. مثلا ما تو تحلیل تکنیکال اینجا تریدر داریم، کسایی که تو ارز دیجیتال فعالن. کسی هست؟ احتمالا از بین این 72-34 نفر چند نفرتون با حوزه ارز دیجیتال یا ترید یا تحلیل تکنیکال آشنایی دارید. حالا میخوام در مورد این رونده صحبت کنم و داستان این رونده چی هست. خب فکر کنم کسی نیست. ببینید تو تحلیل تکنیکال میگه که بر چه اساسه؟ میگه تاریخ تکرار خواهد شد. میگن که اینجا بالا رفته، اومده پایین و یه مدت بعد دوره بالا میره. خب اصلا ماهیت تحلیل تکنیکال میگه تاریخ تکرار خواهد شد بر اساس الگوهایی که ما داریم میبینیم. حالا اینجا هم این شکلیه که ما میگیم که درسته الگوریتم‌های گوگل آپدیت میشن، فرق میکنه با 1 ماه قبل، 2 ماه قبل و یه مدت قبل، اما اون چیزی که مسجله اینه که خب بخشی از این اتفاقی که افتاد، روندی که بوده تو بازه زمانی دوباره ممکن تکرار بشه. مثلا تو نزدیک ولنتاین سرچ یه سری کوئری ها بالا میره، خب من میتونم حدس بزنم که کدوم کوئری منجر به خرید میشه، کدوم کوئری نرخ تبدیل بالاتری داره، کدوم عبارت فقط باعث سرچ کردن و یه جوری ورودی ناموفق میاره، مثلا ایده های کادو ولنتاین مثلا. خب پس اینا رو میتونم سرچ پیش بینی کنم بر اساس دیتایی که دارم و AI کمک میکنه بهتون. تو گام اول قرار چیکار کنیم؟ کلمات رو بیایم به ابزارهای AI بیس پیدا کنیم، فیلترشون کنیم بر اساس معیارهای رقابت پذیری، حجم جستجو، اینتنت کاربر و 3 تا سوال رو بهتون جواب بدم. این 3 تا سوال رو نگه میدارم برای آخر وبینار که با هم داشته باشیم، ببینیم که آیا واقعا AI جای متخصص رو میگیره، چقدر هزینه باید صرف کنیم، آیا به صرفه است، چقدر زمان میبره که من تسلط داشته باشم. یک افزونه‌ای بهتون معرفی میکنم، افزونه همدست روی گوگل کروم و فایرفاکس میتونید نصب کنید. افزونه راستچین کننده تولزهای مطرح AI و فونت فارسی روشون نصب میکنه و کمک میکنه که
ارتباط و گفتگوی دلنشین تری داشته باشید با ابزارهای AI. خب بریم سراغ این که با AI ما چطور میتونیم بیشتر کار کنیم. میخوام ببینم که کیا اکانت چت جی پی تی تا الان ندارن تو این لحظه که الان صحبت میکنیم. عملا مثل اکانت تلگرامه، فکر کنم همه داشته باشن. کیا ندارن؟ مصطفی جان شما ندارید؟ خب جالبه. خب چند نفرتون اکانت چت جی پی تی ندارید؟ به عنوان میگم چت جی پی تی به عنوان لیدر ابزار هاست، مثل دیجیکالا، مثل فلان که لیدر فروشگاه آنلاینه، مثل اسنپ که لیدر تاکسی آنلاینه. منظور از چت جی پی تی گاهم ممکنه که یه چیز کلی، منظورم ابزارهای هوش مصنوعیه. بله بعد ضبطش ویدیو در اختیارتون قرار میگیره. ببینید ساخت اکانت چت جی پی تی قبلا نیازمند شماره موبایل مجازی بود. خیلی نمیخوام موارد جزئی رو بگم، اما الان با یه جیمیل میتونید لاگین کنید و هیچ چیز پیچیده‌ای این وسط نداره و دستتون کامل در این مورد باز هست و میتونید کارتون رو انجام بدید و جلو ببرید. شیر کنم من باهاتون تا اشتراک صفحه نمایشی تب. خب من الان میخوام که فرایند کیورد ریسرچ رو با AI شروع کنم و اینکه واقعا تا چه حدی میتونم با AI پیش برم. سوال خب صدا قطع شده. تا یکی از بچه ها بره. خب در مورد اون موضوع که محمد جان پرسیدی سایت تاپ 10 دارم، آخر وبینار به اون که یک کیس استادی مطرح خارجی رو با هم شیر کنم باهاتون و کیس استادی ایرانیش هم دارم انجام میدم، حالا 2 ماه دیگه نتیجهش میاد. خب من میخوام که یک کیورد ریسرچ رو انجام بدم. این کیورد ریسرچ مراحل مختلفی داره. ما چیکار میکنیم؟ یک اعلام نیازی میشه از سمت بیزنس تیم محتوا، یا برعکس اعلام نیاز میشه از سمت تیم سئو که کیورد ریسرچ یک ریسرچی رو انجام دادیم و فهمیدیم که کدوم کوئری ها برای رقبامون آورده بیشتری دارن و میریم روشون تاکید میکنیم که کارو بریم جلو. تمام فرایند رو ما برای خیلی از موارد که داریم سعی کردیم که روی کاستوم جی پی تی بالا بیاریم. حالا کاستوم جی پی تی چی هست؟ میخوام یک فرآیند کلی رو بگم که چطور اتومات میکنیم، بعد میریم سراغ این که چطور حالا روندها رو پیش بینی کنیم، چطور میتونیم اکشن های مختلفی رو با AI بزنیم. من اول میخوام یک کاستوم جی پی تی بالا بیارم. کاستوم جی پی تی چیه؟ میگیم که خیلی از تسک‌ها رو میتونیم اتومات کنیم. مثلا اینجا من یک کاستوم جی پی تی دارم، مثلا محتوای اینستا تلگرام. این چی کار میکنه؟ میخوام یک ذهنیتی در مورد بات سفارش سازی شده چت جی پی تی بهتون بگم. من میام یک خبری رو به این AI میگم و اون میاد برای من بر اساس دیتایی که قبلا بهش دادم و یاد گرفته، خیلی ساده فارسی میاد به من یک محتوا میده برای تلگرام و اینستاگرام. مثلا میخوام این زمان پخش سریال پایتخت رو کپی کنم ببرم اینجا. خب ببینید هیچ پرامپتی رو من نمی نویسم، فقط اون کانتنت رو من کپی کردم اینجا و اینجا ارسال رو میزنم. اتفاقی که میفته بر اساس دیتایی که قبلا بهش دادم میاد یه تیتر برای تلگرام، متن با لحن گفتاری قراره پخش بشه برای تلگرام، بعدی 3 تا تیتر پیشنهادی برای اینستاگرام و متن استوری هم به من میده.
این یک کاستوم جی پی تیه، همه چی اتومات. من هیچی بهش نگفتم، فقط گفتم فقط اون متن رو من کپی کردم. چرا؟ چون از قبل بهش گفته بودم که ورودی هر چیزی بود، خروجیت بیاد این اتفاق بیفته تو خروجیت. خب پس اینو از من داشته باشید، خیلی کاربردیه و کمک میکنه برای آدم هایی که کار محتوا انجام میدن، کار خبر انجام میدن، تو سوشال تو سایتشون میتونن خبر رو بازنویسی کنن و اکشن های مختلفی روی این موارد بزنن. این رو با هم داشته باشیم. خب کاستوم جی پی تی مختلفی داریم، مثلا من میگم که لحن رو تغییر بده، مترجم سریع باش، استخراج تیتر کن و غیره. مثلا در مورد استخراج تیتر من یک سایت انگلیسی رو میارم. بچه الان میخوام بهتون یه ذهنیتی بدم، پیش زمینی در مورد کاستوم جی پی تی بدم. احتمالا خیلیاتون قابلیتش هم میدونید، چون بین 75 نفر قطعاً آدم‌ها با توانایی‌ها و مهارت‌های مختلفی هست. گاهن بعضیاتون ممکنه اصلا اکانت چت جی پی تی هم نداشته باشید، یه سریاتون ممکنه حتی متخصص‌تر از من باشه. بابت این موضوع که ممکنه یه سری موارد تکراری باشه عذر میخوام، سعی می‌کنم که چیزی جنرال رو بگم که پوشش بده نیاز همه رو. من میام یه سایت خارجی رو باز میکنم، مثلا سایت نیویورک تایمز رو باز میکنم. خب ببینید من سایت نیویورک تایمز رو باز میکنم و میام از یه بخشش یه اسکرین شاتی میندازم. میخوام تیترای اون صفحه رو در بیارم، یه بخشش که تیتر بیشتری داشته باشه و به ما کمک کنه، مثلا این بخش. خب میام یه اسکرین شات میندازم از اینجا و میام به قسمت استخراج تیتر کاستوم جی پی تی که ساختم. خب میام عکسم میذارم و ارسال رو میزنم، هیچ چیز دیگه من نگفتم بهش. اوکی ببین اومد تیترها رو برام در آورد. چه جالبیه که عروسی استرالیایی آنقدر خوب بود که 3 بار جشن گرفتن. مردیه که هفته میخرید. چقدر اخبار نیویورک تایمز سطحیه. پایان جستجوی گوگل همونطور که میشناسیم. مثلا یه محتوای جالب هم اینجا اومد، من برم پیداش کنم بعد چیز بخونمش. خب این همه کاستوم جی پی تی، فقط عکس بهش دادم و خروجی که به من داد آره نسخه پلاس دارم. بچه بدون نسخه پلاس کار نکنید. حالا آخر سر بهتون میگم که به صرفه هست یا نه واقعا. عکس بهش دادم، قبلا لرن کرده بودم، بهش یاد داده بودم خیلی فارسی که بیا به من خروجی این رو بده. الان میخوایم برای کیورد ریسرچ یک کاستوم جی پی تی بسازیم، بتونیم روند و همه چیزش رو پیش بینی کنیم. خب من به صورت دستی ببینید یک بودی داریم کاملا حالت سنتی که میگم اینه که آدم 0 تا 100ش رو خودش بره توی گوگل شیتی دیتا وارد کنه در بیاره، مرحله مرحله بره. اما من میگم که یه 70% راه رو با AI میرم، 30% میام روش کیوسی میکنم و اون دیدگاه خودم رو که قطعاً AI نمیتونه اون رو کاور کنه پیاده میکنم. چی کار میکنم؟ میگم که آقا من مثلا خیلی فارسی مینویسم و خیلی ساده که بتونیم سریعتر بریم سراغ موارد دیگه. ببینید من اسلایدی رو تو نیم ساعت جمع کردم، خیلی اعتقاد به اسلاید ندارم، میخوام که بیشتر شبیه یک دوره آموزشی کورس باشه براتون. یه چیزی اسلاید که بچه‌ها اصلا گفتن دنبال اسلایدیم، گفتم پس اسلاید رو زودتر جمع کنم که خیلی دنبال اسلاید نباشید. خب چت جی پی تی رو فارسی کردیم. ببینید این دیتاش فارسیه. خب فونتش رو اگه ببینید فونتش فرق میکنه و راستچینه. ببینید اینجا مثلا نسخه فارسی چت جی پی تی. این به خاطر اینه که گفتم افزون همدست رو نصب کنید. این افزون همدست رو از گوگل کروم میتونید دانلود کنید، نصب کنید و کمک میکنه که به شما چت جی پی تی تون فارسی یعنی فونت فارسی بگیره و راستچین بشه. چت جی پی تی فارسی نمیشه، فونتش ایران سنس میشه، راستچین میشه و این موارد که تو سایدبار دارید میبینید، این مواردی که تو سایدبار داره میبینید کاستوم جی پی تی که اسمشو من فارسی نوشتم، هیچ چیز خاصی نداره. خب من الان میخوام که فرایند این که گفتم 3 مرحله داره، یکی که بیام تو اکسل بنویسم، یکی که بیام مرحله به مرحله خودم
با AI جلو برم. یه دونه اینه که من کیورد بدم کلشو برای من در بیاره 60-70% مسیر. حالا اون مرحله اول که هممون میدونیم تقریبا کیورد ریسرچ سنتی به اصطلاح با گوگل شیت و اکسل و یه سری تولزای دیگه. مرحله دوم رو میریم. گزینه دوم اینکه گام به گام هر مرحله رو من چطور میتونم برم روندش رو پیش بینی کنم. کیورد ریسرچ، لانگ تیل، اینتنت و حجم جستجو، همه چیز رو پیش بینی کنم. من یه لحظه آب جوشی بخورم. نگه بینید رنگش فرق میکنه گفته اینکه خب زود گلوم میگیره. از این 4 تخمایی که مادرمون میدن ریختم تو آب جوش که اجازه بده بهم که بتونم 1.5 ساعت براتون صحبت کنم. نه، عملکردش تاثیر نمیذاره به هیچ وجه، فقط استایل رو تغییر میده. افزونه از این دست هم زیاده بچه‌ها، این هم دست رو خودمون بالا آوردیم، افزونه راستچین کننده زیاده. حالا یه سری فیچرها به این قرار اضافه بکنیم. خب ببینید، من تو گام اول میام میگم که دیدگاه همینه که بذار بهتون بگم کیا بیزینس خودشون رو دارن یا توی بیزنس کوچیک که مثلا 30-40 نفرن دارن کار میکنن، یک عددی رو میخوام به دست بیاریم ببینیم کیا تو بیزنس لارج اسکیل دارن کار میکنن، کیا کوچیک، کیا مثلا بیزنس زیر 50 نفرن. میخوام ببینم چطور برم جلو که حد اکثرتون راضی باشید. گرچه آدما نمیتونن مثل پیتزا باشن همه راضی کنن، حتی بابای منم از پیتزا ناراضیه، ولی خب سعی میکنم که یکم ادای پیتزا رو در بیاریم. خب آدمایی که جواب دادن کیا حالا بالای 50 نفرن تو بیزینس جای کار میکنن که کارکنانشون بالای 50 نفره. بالای 50 نفر سلوار میاد. خب یه نسبتی میخوام ببینیم که تقریبا خدا کنه که مساوی نباشه. خب زیر 50 نفر بیشتره. من سعی میکنم که کانتنتی که میدم بالای 50 نفر برای بیزنس های بزرگم کاربرد داشته باشه، اما دیدگاه هم یکم برای بیزنس های کوچیکه. چشم احسان جان. دیتایی که میدم رو ایده بهتون میده که برای بیزنس های بزرگ هم بخواین اجرا کنید. تو گام اول میگم که من قصد دارم یک فروشگاه آنلاین مثلا لوازم جانبی موبایل رو اندازی کنم. خب هدف من فروش لوازم جانبی موبایل با قیمت مناسب به سراسر ایران و از طریق ورودی های گوگل است. خب 10 کلمه کلیدی پرکاربرد و مهم جزو برترین کلمات کلیدی متناسب با این حوزه که ورودی بالایی دارند را مشخص و لیست کن. خب تو گام اول میگیم که آقا 10 تا کلمه به من پیشنهاد بده. این یه تیکه رو احسان جان سرعتش دست من نیست، باید منتظر بمونیم. خب ببینید، خرید قاب گوشی، خرید گلس محافظ صفحه نمایش، کابل شارژ فست، اسپیکر بلوتوثی، خرید مونوپاد یا پایه سلفی، اینها رو میگه خب خودتون هم میتونید از کیورد پلنر و Ahrefs استفاده کنید، اما خودش دیدی بهتون داد. الان شاید اینا رو خواستید به دست بیاریم، باید 3-4 ساعت می نشستید تا به اینا می رسیدید، اما الان یه تعدادی رو دارید، یه درفت، یه پیشنویسی دارید. خب حالا میخوام که این لیست رو در قالب جدول نمایش بده. خب داره من یه جدول
داره حالا سورس کدش رو مینویسه. بذاریم خروجی شما نشون بده. گفتیم که یه جدول برای ما بکش. خب ببینید اینجا اومد یه جدول مشخص کرد. یه توضیحاتی برای ما نوشت و 10 تا کیورد رو مشخص کرد. تو گام بعدی میخوام بر اساس اینکه ببینید رقابت گفتیم که حجم جستجو، اینتنت و دیفیکالتی، سختی کلمه برای من مهمه. مفاهیمی بود که این 3 تا کلمه رو بهتون توضیح دادم. اینتنت چی؟ هدف جستجو. مثلا من توضیح خودم میگم. تو بیتوین کسی که قیمت بیت کوین سرچ میکنه با کسی که خرید بیت کوین سرچ میکنه یا بیت کوین چی سرچ میکنه، هدفشون زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی کسی که خرید بیت کوین سرچ میکنه پول داره، میخواد بیاد خرید انجام بده، به احتمال زیاد نه قطعی. کسی که قیمت بیت کوین سرچ میکنه میخواد بیاد ببینه قیمت بیت کوین چقدر بالا پایین رفته، هدفش خرید نیست. کسی که بیت کوین چی سرچ میکنه میخواد ببینه بیت کوین چیه واقعا. پس میگیم 3 تا اینتنت داره. اینفورمیشنال یا اطلاعاتی، همون بیت کوین چیست، میخواد دیتا به دست بیاره. کامرشیال یا تجاری، یعنی 50-50، ممکنه منجر به خرید بشه، ممکنه نشه. ترانزکشنال یعنی احتمال زیاد ممکنه منجر به یک تراکنش خریدی بشه. خرید بیت کوین میشه ترانزکشنال، قیمت بیت کوین میشه کامرشیال، بیت کوین چیست میشه اینفورمیشنال. حالا میخوام اینتنت اینا رو هم ببین محمد جان. پیلار کلاستر آره همه کار میتونید بکنید. الان قطعا یه چیزی هست که میخواستم تو ادامه بهتون میگم. به دیتایی نباید استناد کنید و باید رجوع کنید به ذهنتون و بر اون اساس بیاین تشخیص بدین. آره باید اعتبار سنجی بکنید. اما من خیلی سریع میخوام برم، حالا چند تا نکته رو آخر سر بهتون میگم. میگیم که خب ببین این موارد رو مشخص کردی، اینتنت کیورد هایی که مشخص شده را در جدول مشخص کن. خب خیابان طور شد مشخص شده را مشخص کن. خب میاد خب میگه خرید قاب گوشی، خرید محصول، همشون خرید محصولن. میبینید؟ پس من هدفم چی بود؟ گفتم این فروشگاه دارم میزنن، هدف اینه که محصول بفروشم. خب همشون هم ترانزکشنال، خرید محصوله. میگم اوکی تا اینجا درسته. مثلا بهترین اسپیکر بلوتوسی قابل حمل اگه میشد، این میشه گفت که میشد بهتری، میشد کامرشیال. خب اینتنتش رو مشخص کرد، همشون خرید محصولات. حالا میخوام بیام اینجا بگم که بر اساس اینتنت مشخص شده و دیتایی که داری، ببین من نسخه 4O استفاده میکنم. نسخه 4.5 که جدید اومده خیلی خوبه. نسخه اووان هم خوبه. اووان بیشتر برای مدلی که برای برنامه نویسی و تحلیل دیتا استفاده میشه. 4.5 هم بیشتر برای ایده پردازی، ریسرچ و چیزای این دست. خب میگم بر اساس اینتنت مشخص شده تو بیا و دیتایی که داری بر اساس حجم جستجو، میزان جستجو این کیورد ها رو مشخص کن. الان داریم گام به گام دستی پیش میریم. میخوام تو ببینم تو کاستوم جی پی تی چه اتفاق میفته. میام میگم که این کیورد ها رو مشخص کن، ستون توضیحات رو حذف کن. توضیحات رو نمیخوایم، خیلی این جدول ما رو به هم ریخته. خب ببینید اینجا ردیف، خب اینا آورد. ببین اینجا ردیف ها رو آورد. کلمه کلیدی حجم جستجو هم برای من پیش بینی کرد.
یه چیزی بچه‌ها، من میگم که باید این رو اعتبار سنجی کنین. مثلا برید این خرید قاب رو، خرید پاور بانک قوی رو، اینا رو برید با یه ابزاری مثلا کیورد پلنر، اچرفسیز، SEMrush چیزی دیتاشو در بیارید ببینید چقدر متناسبه. این که میگه 12,000 تا بر اساس منابعش چی الان اینجا سورسش بر اساس مثلا میسفا، بعد سفینه اینا که تولز دسترسی نداره، اینجا دوتا منابع رو نیاورده. میگه بر اساس اینم نیاورده، میگه ایشرف و سمراش میتونید استفاده کنید، ولی یه چیز رو پیش بینی کرد حتی اگه دیتاش هم درست نباشه تناسبی درسته. یعنی چی تناسبی درسته؟ یعنی میگه ببین خرید قاب گوشی در کل بیشتر از خرید مونوپاد سرچ میشه. حالا این 12,000 و 2,700 شاید درست نباشه، اما تو عالم واقعیت ممکن این باشه 100,000، ولی این که نمیشه 120,000، از این کمتره. پس میدونیم که اولویت پایین‌تر داریم، میشه مثلا 10,000. حالا میگم بر اساس دیتایی که داری میزان سختی این کلمات رو در یک ستون مشخص کن. خب ببینید میزان سختیش رو چی میگه. احتمال زیاد کلمه‌ای که حجم جستجوی بالایی داره میزان سختی بالاترین داره. قطعی نیست تو تمام موارد، نمیشه برای تمام کیوردها این نسخه پیچید، ولی با بیشتر کیوردها مناسب. ببین یک عددی رو آورد، میگه کیورد دیفیکالتی، که همون سختی کلمه، معیاری که نشون میده رتبه بندی برای کلمه چقدر ارگانیک چقدر دشوار تو جستجوی ارگانیک. یه عدد بین 0 تا 100 متغیره، هر چقدر عدد به 100 نزدیکتر باشه رقابت سخت‌تره و نیاز به هزینه، منابع و تلاش بیشتری برای کسب رتبه‌های برتر. حالا اینجا میگه ببین مثلا خرید هندزفری بلوتوسی حجم جستجوی پایین‌تری داره، ولی میگه سختی کلمش بیشتره. خرید قاب گوشی حجم جستجو بالاتر داره، اما سختی کلمش به نسبت هندزفری بلوتوسی کمتره. خب یه دیدی به هم میده، شاید این دیتایی که داره به من میده ولید نیست، معتبر نیست، سعی میکنم لغات فارسی استفاده کنم تا جایی که میشه، اما یه دیدی به میده. مثلا اینکه خرید مونوپاد خاصی خیلی راحته، مثلا نسبت به اینا 30 هم عدد بالاتریه، نسبت نشون میده. میگه آقا این عدده هر کامنتی بهتون بدم، تو دنیای دیجیتال مارکتینگ از هر ابزاری که استفاده میکنید سورس و منبع خاصی داره. یعنی من ممکنه از SEMrush استفاده کنم، خرید قاب گوشی چقدر حجم جستجو داره یه عدد بده، Ahrefs استفاده کنم یه عدد، برم ابزار ایرانی استفاده کنم یه عدد دیگه، خود گوگل هم کیورد پلنرش یه عدد دیگه بده. هیچ کدوم از اینا ممکنه دیتاشون معتبر نباشه. من باید بیام برآیند اینها رو استفاده کنم. پس به دیتایی که AI میده، چت بات های AI هم میدن، نباید کامل اطمینان داشته باشید. البته ابزاری مثل کیورد پلنر، Ahrefs و SEMrush همه اینا هم تولزای AI هم. یعنی چی؟ یعنی تو هستشون کدهایی هست که هوش مصنوعی بهشون کمک میکنه این دیتا رو بیاد آنالیز کنه، بهتون یه خروجی نشون بده. ما جدیداً با AI آشنا شدیم از وقتی که حالا چت جی پی تی ترند شد، اما قبل از اون هم از AI تو کارهایی که داشتیم استفاده میکردیم. خب پس این مرحله رو هم من گذروندم. میام تو 3-4 تا مرحله حجم جستجو و سختی کلمش هم به دست میارم. دقیقاً علیرضا جان، هیچ ابزاری دقیق نیست، باید به ذهن خودتون و تجربه خودتون که به مرور زمان به دست آوردید رجوع کنید و تشخیص بدید که کدوم مسیر، کدوم کوئری میتونه برای شما آورده بیشتری داشته باشه برای بیزنس که دارید توش کار میکنید. مثلا یه موضوعی رو بهتون بگم، مثلا معتبرترین ارز دیجیتال یا پادشاه ارزهای دیجیتال بیت کوینه. خب اما خرید بیت کوین برای یه مجموعه صرافی ارز دیجیتال ممکنه خیلی درآمد نداشته باشه، تا مثلا خرید مثال میگم همستر ممکن درآمد داشته باشه.
خب پس اون سخت بودنش، پرجستجو بودنش ملاکی نیست برای اینکه ممکنه این برای من درآمد بیشتر داشته باشه. خب تو مرحله بعدی من میگم خب چیکار کنم؟ میخوام پیلار کلاسترش رو مشخص کنم. خب در یک جدول پیلار و کلاستر این 10 کوئری را تا زیر مجموعه هر کدام مثلا 5 عبارت و کلید واژه مشخص کن. ببینید پرامپت نویسی اصولی داره. من الان خیلی از اصولش رو به خاطر بازه زمان کوتاهی که داریم رعایت نمی‌کنم، اما میگم میخوام که بهتون دیتا بدم دیگه. اما شما باید اون اصولش رو بدونید، چطور پرامپت بنویسید و تبدیل بشید به یک مهندس پرامپت در حوزه سئو. این هم یک داستان و یک ماجرای دیگه ایه. به این اعداد دقیق سئو سیگنال که ایرانی سئو سیگنال ابزار خوبیه. صادق نورزاد هم کارش درسته، فاندر سئو سیگنال. تفاوت‌های نسبیشو بدونیم کافیه. ببین منم خیلی دنبال عدد دقیق نیستم. خب کوئری اون عبارتیه که شما دارید جستجو میکنید، مثلا همون خرید گوشی مثلا آیفون 13، این یک کوئری، عبارت کلیدیه. ببخشید که من گاهن از عبارت‌های انگلیسی استفاده میکنم. برای کسب و کار بزرگ هم چشم، حتما مثال میزنم. یکم جلوتر بریم. فقط بنویسید که تو چه بیزینسی هستید، چون من ذهنیت من همش دنبال ارز دیجیتال اینا، صبح تا شب با اینا درگیریم. یک کوچولو ممکنه بیزنس شما یه چیز دیگه باشه، بنویسید که در مورد اون مثال ها هم بتونیم پیش بریم. خب اینجا پیلار کلاستر مثلا این کلید واژه ها رو برای من در آورد. مثلا برای لوازم جانبی موبایل گفتیم خرید گوشی، اینجا اومد گفت که قاب گوشی سامسونگ، قاب گوشی آیفون، قاب گوشی سیلیکونی، قاب ضد ضربه، قاب ژلی. ببینید داره پیلار کلاسترها رو انجام میده. خب پس اینجا اون مرحله پیلار کلاستر رو هم من ازش عبور کردم. اومدم تا یه حد مثلا خرید پاور بانک قوی، پاور بانک 2000 شیائومی بیسین فست چارج ارزان، این نکته مهمیه. اینا رو هم باهاش انجام دادم. اینتنتش هم صنعتی، صنعتی بگید که تو چه مثلا حوزه‌ای بهم یکم دید بدید. صنعتی خب اوکی میکنه، مثلا فولاد و اینجور چیزا، آهن و اینا. چند تا مثال تو هر کدوم که هستید بچه اوکی میکنیم. خب پیلار کلاسترش هم مرحله‌شو رفتم. خب حتی میتونم در مورد چه کاتگوری هایی رو من اختصاص بدم، چه تگ هایی رو تعریف کنم و اینها باهاش جلو ببرم. خب الان میخوام ببینم که با توجه به که روندی که هست، آیا فروش اینها فصلی اتفاق میفته؟ فروش که برای درآمد که برای اینا دارم تو چه بازه های زمانی، تو چه حالت هایی و ترند هایی بیشتره؟ خب بر اساس دیتایی که داری، فروش کدام یک از لوازم جانبی میزان سوددهی بالاتری دارد نسبت به هزینه و منابع مورد نیاز، به ترتیب از سوددهی بالاتر در فروش بیشتر. یعنی چی؟ این فروش بیشتر باشه، هزینه کمتر برای سئو لیست کن. خب ببین الان میخوام که پیش بینی کنه برای من. داستان داره علیرضا فیروزی. خب دیتایی که به امید اشتباه میشه. بچه اگه از نسخه های مخصوصا رایگان استفاده کنید ممکن دیتا اشتباهی بده. به این باید دیتا رو به این اعتبار سنجی کنید. چرا حالا ممکنه بعضی وقتا اشتباه بده؟ اصلا ممکنه عمدی باشه، برای اینکه شما برید اشتراک پولیشو خرید. اون داستان فریمیوم بودن دیگه. مثلا تا یه جایی به شما حس لذت میده، یه جایی مجبورتون میکنه که برید اشتراک پولیشو بخرید.
حالا اینا رو اشتراک پلاس، اشتراکی هم خوب نیست. اشتراک پلاس، اشتراکی چرا، اکانت اشتراکی چرا خوب نیست؟ گاهن آخر وقت آدم خیابانی طور میشه. آره، چون چند نفر دارن ازش استفاده میکنن و ببینید این ابزار به مرور از شما یه شناختی پیدا میکنه وقتی دارید با یه اکانتی واردش میشید. خب بهتون میگم بچه، وقتی از یه اکانت دارید استفاده میکنید میفهمه به مرور که شما چیه، تو مموری خودش ذخیره میکنه و شما همون اول میتونید تو تنظیماتش یه سری دیتا تو کاستومایز جی پی تی بدید که آقا با من چه لحنی جواب بده و من کی هستم. خب این دیتا رو میتونید بهش بدید. حالا اگر به صورت اشتراکی استفاده کنید و اون مموریش فعال باشه، توی چت هم باشه استفاده کنید، بازم داستانه. اگه مموریش فعال باشه کلا گیج میشه که بابا این کیه اصلا، این متخصص. مثلا من یکی از دوستام هست که با ابزار کلود داره کار میکنه، یا نه چت جی پی تی اشتراکی داره، مثلا ماهی 120,000 تومان داره میده. بعد مثلا نگاه میکنم، خیلی عذر میخوام، مثلا یه دکتری اومده در مورد یبوست بیمارش پرسیده ازش، بعد پایین این در مورد پایتون داره یه چت باز کرده، در مورد پایتون داره سوال مطرح میکنه. یکی یه معلم داره در مورد پی دی اف داره در مورد اون پی دی اف سوال استخراج میکنه برای امتحان میان ترم از بچه‌هاش. و ببین این آره آیا دوست پسرم داره خیانت میکنه، این باعث میشه که اون ابزار گیج بشه. بس پیشنهاد میکنم که حتما ابزاری که میخواید اشتراکی میخواید استفاده کنید اشتراکی باشه که مختص خودتون باشه و شیر نکنید با بقیه آدم‌ها، حتی آشناهاتون. جدا از اینکه پرایوسیتون زیر سوال میره، ممکنه این دیتایی رو رد و بدل کنید، ممکنه که میگم این باعث بشه کمکی که به شما میکنه، مشورت که باش میکنید یکم مشورت اشتباهی باشه. مثلا من در مورد اینکه 5 ماه پیش کمپین ران کردم، دیتاشو با شیر کردم، الان میرم ازش سوال میپرسم و من دیتا رو برمیگردونه. خب این بر من جذابه، یه مشاوره. اما اگه کمپین اشتراکی باشه، اکانت اشتراکی، نمیتونم باش دیتا شیر کنم. خب پس این ترسه وجود داره. هزینه ابزارها خیلی بالاست، اما یه حساب کتاب با هم آخر سر میکنیم، اون 3 تا سوالی که گفتم رو با هم جواب میدیم. خب ببینید بچه، برگردیم اینجا، دوباره برمیگردم آخر سر سوالاتون جواب میدم، نگران نباشید. سعی میکنم تا 9:30 تموم کنم، 9:30 به بعد هستم، سوالاتون رو جواب میدم. از اتاق فرمان محمد حاجیان و بچهای نکس اسکیل هم سعی میکنم اگه وقت کم آوردیم یکم وقت بگیریم، یا توی پلتفرم دیگه یه جای دیگه با هم گفتگو رو ادامه بدیم، بعدها تو تلگرام، اینستاگرام، هر جای دیگه. خب من میگم که ببین بر اساس حاشیه سود، بیا به من اینا رو بگو که کدوم یکی حاشیه سود بالایی داره. ببین میگه قاب و کاور گوشی هزینه تنوعش بالاه، حاشیه سود بالایی داره، تقاضای مداوم داره، مصرفیه. این خب میگه گلس قیمت پایین، حاشیه سود بالایی داره. راست میگه، اون موقع که گلس 20,000 تومان بود، تو بیرون علایالدین مثلا 2,500 تومان بود. بعد کابلای شارژ، پاور بانک، هندزفری و چیزای این شکلی. حالا یه نکته‌ای داره به من میده، به من داره یه هینت میده، میگه آقا برای بهینه‌سازی هزینه سئو تمرکز برای کلمات کلید طولانی‌تر، لانگ تیل کیورد باید یکم بیشتر باشه. بچه گاهن یه صدای میشنوید، بچه‌ها تو یکی اتاق دارن، همکارا با اینکه ساعت 9 دارن بازی میکنن و اون هیجان بازی صداشون تا اینجا میاد، معذرت میخوام. میگه لانگ تیل کیورد تأثیر بهتر داره. یعنی چی؟ یعنی خرید قاب صورتی دخترانه، دیروزم روز زن بود، روز جهانی زن، خرید قاب مثلا زنانه، خب یا مثلا خرید قاب زنانه آیفون 13 ارزان، اینها عبارتهای کلیدی لانگ تیل، طولانی تره که رقابت توش کمتره، داره من کمک میکنه و رسیدن به رتبه توش بیشتره. حالا من میگم که برای مورد یک قاب و کاور گوشی 10 عبارت لانگ تیل بهینه و سئویی پیشنهاد بده.
خب ببینیم که چه چیزی به ما پیشنهاد میده. میگه ببین 10 عبارت لانگ تیل ببینید خرید قاب گوشی سیلیکونی ضد ضربه برای آیفون 14 پرو مکس، قاب گوشی چربی مقاوم برای شیر. واقعا اینو مردم سرچ میکنن، قاب گوشی دختران فانتزی. ببین خرید عمده قاب گوشی ضد آب، ارزان ترین قاب گوشی سیلیکونی برای شیائومی با ارسال فوری. اینا آدما سرچ میکنن و الان مثلا من اینو برم سرچ کنم تو گوگل ببینم که چه چیزی میاد. ارزان ترین قاب گوشی سیلیکونی برای شیائومی، ببین مثلا اینا دیجیکالا، تکنوسان با ارزان ترین قیمت، انواع گارد موبایل. ببین مثلا اینها، ببین مثلا این چقدر لانگ تیل خرید و قیمت انواع کیو و کاور و موبایل و تبلت. اوه با سلام چی سو کرده. خب پس میبینیم که یه سری به ما هینت میده نسبت به اینکه چه مدل کلمات رو میتونیم استفاده کنیم. خب میگه مدل دقیق گوشی باشه، ویژگی خاص قاب رو بگیم، قابلیت فروش بیشتر باشه و تمرکز بر نیاز کاربران. راهنمای خرید میگه باعث اعتماد بیشتر میشه. خب حالا باز دوره میگه آقا من دارم به دیتا میدم و خودش داره اعتراف میکنه، اما برای بررسی دقیق تر از این ابزارها میتونی استفاده کنی. یعنی خودش میگه من دانای کل نیستم. خیلی ها ممکنه بگیم آقا هرچی چت جی پی تی بگه تمام و سلام، یا اصلا هرچی من بگم تمام. این با اینکه دیتاش اینقدر زیاده میگه من دیتام کامل نیست، به من اعتماد نکنید، خودتونم برید یک تحقیقی یک ریسرچی انجام بدید. خب من تا اینجا اومدم لانگ تیل ها رو در آوردم، کیورد ها رو در آوردم و بعد این هم میتونم برم بگم برای مثلا کوئری یکی از کوئری ها مثلا قاب و کاور گوشی، برای کلید واژه یا کیورد زیر 10 عنوان برای بلاگ و 10 عنوان برای محصولات متنوع پیشنهاد بده. تا این بنویسه بچه ها ساعت 9 و من دقیقا از ساعت 7:30 سر کارم. اگر انرژیم گاهن کمه ببخشید دیگه، سعی میکنم که فول انرژی در خدمتتون باشم و پر انرژی، با اینکه 1 دقیقه هم استراحت نکردم امروز، گاه هم ممکنه بالا پایین باشه ببخشید. میرم پشت سرمون، حالا ممکنه بنویسم که اینجوری اونجوری، ولی واقعا داریم تلاش میکنیم که دیتا رو رایگان با کمک بچه نکست اسکیل تو این وبینار دیگه بتونه انتقال بدم. دمتون گرم که همراهی میکنید. 10 عنوان پیشنهاد برای وبلاگ بهم داد و 10 عنوان محصول. قاب گوشی چرمی لوکس، قاب گوشی با استند نگهدارنده، میگه هدفمنده، CTR بالایی داره، اینا تمرکز روی نیاز کاربره، ببین طول عمر بیشتری، قاب‌های شفاف ضد زرد شدن. جالبه، مثلا من خیلی قاب شفاف نمیگیرم چون زرد میشن، اما این نوشته آقا این زرد نمیشه، روی نیاز کاربر ببین AI تمرکز کرد، در صورتی که من شاید کیورد سرچ میکردم این گزینه رو تو ذهنم تصور نمیکردم، ایگنور میکردم این موضوع رو، ازش چشم پوشی میکردم، ولی این داره تمرکز میکنه روش. خب این هنوز تو سال 2024 دیتاش خیلی آپدیت نشده بچه، بخترم میگه پرچمدار گوشه پرچمدار 2024. آها گوشه پرچمدار 2024، ببخشید زود قضاوت کردم. 10 مدل قاب برتر. این الان ببین کدام یک رو بخریم، این برای بلاگ اینفورمیشناله یا کامرشیاله، این ترانزکشناله، این میاد منجر به خرید میشه، این احتمالاً منجر به خرید بشود. ببخشید. خب اینم تا اینجا رفتیم جلو. خب حالا بذارید من در مورد چند تا موردی که بچه‌ها خواستن نمیاره. ببین در مورد چیز بهتون میگم بچه‌ها، سئو سیگنال جزو بهترین ابزار هاست. خب سئو سیگنال داریم، جت سئو داریم، نیسفا تولز داریم، رنک فاین و چیزهای مختلف دیگه. هیچ ابزاری کامل نیست و خیلی مثلا
روش تمرکز نکنید. خب ممکنه گاهن خیلی چیزها رو دیتا بهتون نده، با چند تا ابزار کار کنید و سعی کنید که به یک دیتای دقیق تر تو چند تا ابزار برسید. میگم دارن بچهای سئو سیگنال کار میکنن، دارن ارتقاش میدن هر سری. یه سری از حوزه ها ممکنه دیتاش کم باشه، یه ماه دیگه 2 ماه دیگه شاید تو اون حوزه هم بهتر بشه، اما الان شاید نتونه زیاد خوب باشه. برای بعضی از موارد هم آره شاید زامبی پیج بشید، خب اما میتونید اینها رو محصول درست کنید و ببینید که چطوره، صفحه درست کنید ببینید چطوره. خیلی من تو این حوزه فروشگاهی عمیق نیستم و نمیدونم که کدوم کوئری ها ممکنه جذاب باشه باعث بشه که زامبی پیج نداشته باشه. اینا یه سوالی سلوا پرسیده بود در مورد حوزه صنعتی، اونو بریم صنعتی مثلا. خب ببین حوزه صنعتی سئو، حوزه های صنعتی یه سایت صنعتی مثلا، بذارین همینم من دارم سرچ میکنم، مثلا حوزه صنعتی مثلا خودروبر یا چاپ سیلک. خب اگه بچه بپذیرید صدا رو دارید بچه الان؟ خب صدا اوکی. اگه ماجده خانم سید احمدیان اگه صدا نیست، الان صدا هم نمیشنوه که بگم صدا نیست، برید بیاین. بذاریم بگم که اگه صدا نیست خروج کنید و دوباره وارد بشید. خب آره مرسی محمد جان، دمت گرم. خب من اینا رو رفتم در مورد حوزه صنعتی. حوزه صنعتی رو بذارین کاستوم جی پی تی بیاریم بالا، بعد با هم چک کنیم بریم جلو. کاستوم جی پی تی رو میتونید یک بار با اکانت پولی بیاریم بالا و بعدا با اکانت رایگان استفاده کنین ازش، چالشی نیست. من میخوام یک کاستوم جی پی تی بالا بیارم، میام توی این قسمت KA که نوشته کارن آهنگری مخفف کارن آهنگری، میام مای جی پی تیز رو میزنم و اینجا کریت جی پی تی رو میزنم. خب یک چنین صفحه‌ای برای من باز میشه. پس چه شد؟ من اومدم اینجا روی این گزینه کلیک کردم، روی پروفایلم مای جی پی تی رو زدم و اینجا کریت جی پی تی رو زدم. من تو وبینارهای قبلی به یکی میدم، اما صدا که آره به یکی میدم، اما الان بیشتر دوست دارم که خودم مشتاقم که بریم جلو 1-2 دقیقه هم سیو کنیم. میام اینجا در مورد این توضیح میدم که خب یه اسمی براش مینویسم، مثلا کیورد ریسرچر. اوکی. خب میگه دیسکریپشن بگو، دیسکریپشن یک هینتی بدم. آقا کیورد اینجا کجا رفت؟ کیورد ریسرچ با کمک میشه اصلا یه هینتی اینجا بنویسم. خب میگه اینجا دستور بده که چیکار کنم. میگم ورودی، حالا ببین تو پرامپت نویسی میگیم که هدف رو باید بگیم، به شخصیت بدیم، فرض کن که کی هستی فلان، کوتاه می نویسیم فرض کن که یک متخصص سئو در حوزه صنعت و املاک با تجربه زیاد هستی. خب سری دیتا ممکن بنویسیم بچه خنده دار باشه، اما داریم می نویسیم و سعی کنید شما بنویسید، جزئیات رو بنویسید. ورودی که در این کاستوم جی پی تی خواهد بود موضوع فعالیت در یک حوزه کاری است. خروجی بر اساس دیتای کاملا واقعی و ریسورسی که داری موارد زیر باشد. 20 کیورد 1 کامنتی گذاشتی بچه‌ها؟ حتما حوزه ببین الان حوزه بهش نمیدیم و نه میتونی ندی هستم، ولی بدی بهتره، حتی دیتیل بیشتر بگیم. مثلا من برای کاستوم جی پی تی ممکنه
اندازه یه آچار بنویسم. هر چقدر بیشتر بنویسید نتیجه بهتره. بچه شما ترید کردن آفرین، هر چی جزئیات بیشتر بگیم. مثلا به یکی بگی که برو سایتمو سئو کن، یه نیرو داری، مثلا میگه آقا برو رو سئو این سایت کار کن. یکی بگی که برو ببین این لندینگ ها رو بساز، این اکشن ها رو بزن، این کار رو بکن، توضیحات بدی، با بیزنس آشناش کنی. به بیزنس، تو این بیزنس برای من فروش بیشتره، لید جمع کردن بیشتره، اینکه تماس بگیرن بیشتره. نه برای هر پروژه نه بچه‌ها. مثلا اینو من فرض نوشتم که اصلا پاک میکنم در حوزه های مختلف، در حوزه های مختلف با تجربه زیاد هستی. خب و با الگوریتم های موتور جستجوی گوگل هم آشنایی کامل و عمیق داری. خب ورودی این کاستمر جی پی تی، ورودی که موضوع فعالیت. خب اول چی میگم؟ 20 عبارت کلیدی بر اساس حجم جستجو، اینتنت و دیگه چی بود؟ سختی کلمه در یک جدول مشخص کن. دو، در جدول دیگر پیلار و کلاستر این کیورد ها را تا زیر مجموعه 10 مورد برای هر کدام مشخص کن. 3، در جدول بعدی مشخص کن که کدام کوئری از لحاظ اینتنت، هدف، حوزه فعالیت آورده و باعث درآمد بیشتری می شود. ببینید اینجا من میام یه مثال براش میزنم. خب حالا به این محمد بمون، من اینجا میام براش یه مثالی میزنم. مثال چی میزنم؟ میگم مثلا کسی که در حوزه املاک فعالیت میکند برایش لید و تماس تلفنی مهم است و درآمدزاست. مهم و درآمدزا است. یه دونه است رو پاک کنیم. یا کسی که در حوزه موبایل فعالیت میکند برایش خرید آنلاین موبایل و فروش آنلاین درآمد بالایی دارد. خب اومدیم اینجا تو گزینه 4 میگیم برای 2 کلمه کلیدی مهم 5 عنوان بلاگ و 2 تایتل برای محصول بنویس. اوکی؟ خب میگیم گزینه مرحله 5 برای عناوینی که پیشنهاد دادی هر کدام یک بریف سئویی شامل اینتنت ها، انتیتی ها، کلیدواژه های لانگ تیل، هدینگ های داخلی، چی شد اینجا؟ هدینگ های داخلی تا H2 H3 و H4، سوالات متداول و با کد اسکیما و نحوه نوشتن مقدمه و نتیجه گیری را بنویس. خب من الان 5 تا مورد رو خواستم اینجا و میام یه عکسم با DALL-E براش لوگو جنریت میکنم. بریم جلو. بچه این کاستوم جی پی تی 1 ساعت باید طول بکشه بسازه. اگه کمتر از 1 ساعت براش وقت میذارید خروجیش به دردتون نخواهد بود. کما اینکه الان ممکنه خروجیش به درد نخوره. یه مثلا عکسم خودش جنریت کرد، یه ذره‌بین با ای آی داره کیورد ریسرچر میکنه بر اساس توضیحات که است باحال بود. خب ببینی اینجا من میام کرییت رو میزنم، میگه خودت میخوای ببینی، هر کسی که بهش لینک رو میدی، یا بره تو جی پی تی استور که کل مردم دنیا که دارن از چت جی پی تی استفاده میکنن ببینه. من میگم هر کسی که بهش لینک میدم میتونه ببینه یا آنلی می باشه. خب میام اینو میزنم، سیو رو میزنم.
یک بار کامل تایم بذارید، خب 1 ساعت تمیز بنویسید و حتی با چت جی پی تی هم میتونید رو در بیارید. یعنی چی؟ الان بهتون میگم. خب من ببین اینو الان نوشتم، خب میام میگم به چت جی پی تی، یه دونه چت جی پی تی یا دیپسیک یا کوپایلوت یا هر چیز دیگه باز میکنم، این شیر میکنم باهاتون این بوکمارکمو. ببین من میگم که اینجا من میخوام، من قصد دارم که یک کاستوم جی پی تی کامل برای کیورد ریسرچ خلق کنم. این پرامپت رو با این هدف بهینه و کامل کن که خروجی کاملی تا جای امکان به عنوان متخصص سئو داشته باشم. خب ببین اون چیزی که اونجا نوشتم رو کپی کردم اینجا و گفتم که چی میخوام. خب الان اینو میفرستم، اینو میگم اینو برای من بهینه کن، یعنی به خود چت جی پی تی میگم این رو میدم بهت، بیا اینو برای من بهینه کن، ببین اینو میدم اونور. خب ببین داره برای من یه چیزی مینویسه. یعنی از خود چت جی پی تی استفاده میکنم برای اینکه من بتونم یک پرامپت کامل تری بنویسم و پرامپت رو دوباره به خودش میدم. خب ببینید داره خیلی کامل تر مینویسه، در صورت دسترسی اطلاعات سی پی سی و کاست پر کلیک رو داره مینویسه، پیلار کلاستر رو، کوئری پول ساز، ببین های مدیوم لو و چیزای این شکلی. خب بذار بنویسه. خب ببین همچنان داره مینویسه. ببین خب ببین الان تموم شد. من اینو کپی میکنم، فرض کن میارم اینجا، خب پیست میکنم و آپدیت رو میزنم. خب ببین الان اینجا برای ما باید، ببخشید شیر نبود باشه برای شما، اینجا من آوردم پیست کردم، آپدیت رو زدم و اتفاقی که افتاد این آپدیت شد. حالا میام ویو جی پی تی رو میزنم و اینجا گفتم بهش ببین کیورد ریسرچر اینجا اضافه شد. خب ببین اینجا من بهش میگم که یک موضوع فعالیت داشتیم، حوزه صنعتی، مثلا چی؟ مثلا خدمات شستشوی قالی و تحویل از منزل در مثلا من تو انزلی، مثلا بندر انزلی. خب هیچی بهش ندادم، بهش گفتم که ورودی اون حوزه فعالیت منه، اینتر رو میزنم. اتفاقی که میفته ببینیم چیه. تا این میاد من یه قلوپ از این خب ببینید دیتایی که به من میده چقدر دیتای باحالیه. قالیشویی در بندر انزلی، حجم جستجو، کیورد دیفیکالتی یا سختی کلمه یا کیدی رو میده بهم میده. نو اینتنت، کامرشیال، اینفورمیشنال. خب کامرشیال یعنی ممکنه برای من لید جمع کنه. رقابت متوسط، سی پی سی میگه هزینه به ازای کلیک برای تبلیغات چقدر، میگه 2000 تومان تخمین میزنم. دیتای باحالیه، هینت بهت میده. این دیتا کامل معتبر نیست ولی ممکن است که به درد شما بخورد، پس میتونید روش حساب کنید تا جایی که میشه. حالا ساختار پیلار کلاستر میگه خدمات قالشویی کلاسترها اینه، شستشوی فرش، دستبافت و مبلشویی و اینا. کوئری های پولساز میگه قالشویی با تحویل در منزل انزلی، بهترین قالشویی انزلی، نرخ میزان تأثیر در نرخ تبدیل، اولویت برای تولید محتوا. اینو میگه براش محتوا تولید کن. اینا میگه مثلا نه قالشویی سری در بندر انزلی، میگه نه 50 هم روش. قالشویی با تحویل در منزل انزلی به اون کلمه کلی 1 2 تا کلمه کلی گفته بودیم. بعد اینجا اومده مزایای استفاده از خدمات قالشویی با تحویل در منزل انزلی، چگونه بهترین قالشویی با تحویل در منزل انزلی رو انتخاب کنیم، نکات مهم در انتخاب قالشویی با تحویل در منزل انزلی، خدمات قالشویی با تحویل در منزل انزلی. ادیتینگ کانواس رو بزنم ببینم اینو چرا تکمیل نکرد. خب این گزینه رو بگم که ادامه بده و تکمیل کن.
اینقدر من امروز ازش کار کشیدم که فکر کنم توکن ها یا اون محدودیتش یکم بیشتر شد. خب ببین اینجا اومد قالی شوی حرفه‌ای و تحویل در منزل انزلی، بریف سئویی. من میخوام بدم یکی کانتنت براش تولید کنه، 50% میره، بقیهش رو من میخوام اون 30% که من به بیزینس احاطه دارم و بیزینس رو میشناسم باید روش QC کنم، کنترل کیفی کنم و تغییرات اعمال کنم. من که همونو بدم بیا بنویس. خب حتی همینو میشه باز به AI داد، ازش خروجی گرفت. خب مزایای استفاده از خدمات قالیشویی در منزل انزلی. خب این مقاله به کاربران کمک میکند، یک اینتنتش رو توضیح داده، انتیتیاش رو توضیح داده، با توجه به الگوریتم NLP گوگل قالیشویی، شستشوی فرش، بندر انزلی، تحویل در منزل و مواد شوینده، کلید واژه لانگ تیل رو من داده، بهترین خدمات شستشوی، هزینه قالیشویی، هدینگ ها، ساختار هدینگ ها رو من داده، چرا قالیشویی فلان، فرآیند شستشوی قالی، جنبه نتیجه گیری. FAQ رو به من داده، آیا قالیشویی با تحویل در منزل انزلی هزینه بیشتره؟ میگه نه، رایگانه، بدون هزینه اضافیه، با بررسی نظر انتشار و مقدمه چطور باشه، مشکلات حمل قالی برای شستشوی رو بگو. ببین روی نیاز کاربر داره تاکید میکنه، تاکید بر اهمیت انتخاب قالیشویی معتبر و میگه خب یک محتوای دوم هم بهم داد، بریف دوم. حالا این بریف هم ناقصه و میگه که بخش خاص رو بیشتر گسترش بدم یا اصلاح کنم. من میگم که نه، تا همین جاشم اوکیه. خب ما حتی تو بیزنس های بزرگ هم میگم که من الان یک تیم سئو دارم، اما خیلی از اینها رو دارم با کمک AI جلو میبرم. اعتقاد به این موضوع ندارم که همه چی باید اتومات باشه و به صورت اتوماسیون اتوماتیک بره جلو. تا یه حدی میتونیم ببریم جلو، اما از یه حدی باید حتما اون تغییرات انسانی رو اعمال کنیم تا بتونیم خروجی بهتری داشته باشیم. خب تا اینجا میخوام ببینم که از این مواردی که گفتم سوالی دارید یا نه، که بریم یک کیس استادی که آیا با AI تولید محتوا کنیم نتیجه میگیریم یا نتیجه نمیگیریم. ببین خانم آجیلی این اطلاع بسید PDF مجرد به این توسط AI چت، نه PDF نمیخواد، همین کپی میکنی میدی به یک پرامپت دیگه، به کاستوم جی پی تی دیگه مثلا داره محتوا میسازه. مثلا ببین من اینجا دارم یه دونه مثلا نویسنده مقاله، خب ببین من میام بریف سئویی رو اینجا کپی میکنم، خب میدم به این کاستوم جی پی تی نویسنده مقاله، نوشتم تخصص منه، یه دونه ارسال میزنم. خب این حالت کنواس چت جی پی تی میاره برام، داره مینویسه. خب باز این باگ داره ولی باید روش تمرکز کنم. محمد جان استادم خودتی دم شما گرم. آره هر سوالی دارید تا اینجا بپرسید که بریم سراغ کیس استادی. فقط محمد حاجیان عزیز از بچه نکس اسکیل، تا چه تایمی ما فرصت داریم که بخوایم یه چند مورد دیگر با هم مرور کنیم؟ سوالاتون رو بپرسید تا اون داره می نویسه. کوتاه نوشته، چون این پرامپت کاستوم جی پی تی که ساختم تو یه وبینار دیگه بود و خیلی ساده است. آرز ریکورد میشه. جدول ها رو چی منظور کاستوم سازی؟ فقط چت جی پی تی این ویژگی رو داره. آره بقیه هنوز نیوردن چون یکم هزینه داره و بقیه خیلی رو درآمدزاییشون به جز اشتراک کار نکردن. ببین بستگی به حوزه کاریت و پرسونای تو داره. مثلا یه چیزی بگم تا 10 روی کاغذ، نه همون 10 اوکیه، یکم به منم چیز بدین دیگه، خسته میشیم دیگه. 10 به بعد فکر نمی‌کنم دیگه تا خیلی انرژی باشه شرمنده‌تون میشم. سعی می‌کنم تا 10 جمع کنم. ویدیو رو بچه‌های نکس اسکیل در اختیارتون قرار میدن. ببینید در مورد زبان محاوره‌ای یه چیزی بگم. من مثلا تو یه حوزه‌ای هستم که حوزه مالیه، مثلا تو بیتوین ارزهای دیجیتاله. آدم‌ها داراییشون رو دوست دارن که به یه بیزینسی که معتبره و جدیه بدن. پس من تو بیزینس خودم نمیتونم لحن گفتاری یا محاوره‌ای استفاده کنم، چون
حس اعتماد رو به آدم‌ها انتقال نمیدم. خب اما این بیزینسی هست مثلا در مورد گل فروشیه، اون حس خوبه دیگه نمی‌ذاری جدی باشی با آدم‌ها، اونجا میام با لحن محاوره‌ای اصلا می‌نویسم. خب بر سئو هم اون کی موارد رو رعایت کنی، محاوره میتونه حتی موثرتر باشه. خب مثلا بهترین گل فروشی نزدیک مثلا ولنجک کجاست؟ کجا میتونم بهترین گل فروش، نزدیکترین گل فروشی مثلا به ولنجک یا کوریا این شکلی. حالا اینم خیلی محاوره‌ای نبوده، اما بر اساس اون پرسونا میتونید تصمیم بگیرید که محاوره بنویسم یه چیز. ولی بیزنستون اگه جدی صنعتیه، اونجایی کم دستتون بسته است، باید جدی باشید که بتونید اعتماد آدم ها رو جلب کنید. بقیه‌ش هم قابلیت رو دارن، اسمش ایجنت. آها من نمیدونستم. امین جان اگه بتونی یه توضیح در مورد این بدی عالی میشه. برای فروشگاه کتاب زبان انگلیسی قطعاً فروشگاه کتاب زبان انگلیسی قطعاً یه کوچولو نه خیلی جدی نه خیلی محاوره‌ای، بهش میگن لحن غیر رسمی. یعنی محاوره‌ای نیست، خیلی رسمی هم نیست. تو گوگل سرچ کنی مهدی لحن غیر رسمی، تفاوتش حتی از AI هم بپرسی با لحن رسمی و صمیمی بهت میگه. آیدی اینستاگرام اینه، تلگرامم این کاناله. خب بعد بچه سوال دارید بپرسید، من برم سراغ کیس استادی. اگه تا 9.5 سوالی نداشتید، یه کیس استادی که ببینیم واقعا آینده سئو چی میشه، با یه محتوا بنویسیم ننویسیم، چه بلایی سرش بیاریم. کدوم سوال بپرس برای انتخاب این که در کدوم رسانه ریپورتاج بکلینک بگیریم. آره قطعا تو میتونی ببین دیتای اون. ببین تو بحث آف پیج ما یه چیز معیار مهمی داریم جدا از دامیناتوریتی و این هاست به نام رلوونسی یا شباهت و نزدیکی موضوعی اون سایت با بیزنس ما. مثلا من یک فروش تراکتور دارم میفروشم، نمیتونم برم تو سایت مثلا نینی سایت برم تبلیغ برم ریپورتاج برم، چون کانسپتش ماهیتش فرق میکنه. رلوونسی ارتباط موضوعی معنایی کمتری داره. من میتونم لیست این سایت ها رو بدم و بیام بگم آیا ببین رلوونسیش کدومش بیشتره. این از این. مورد دوم میگم آقا برای این سایت که این موضوع رو داره، مثلا برای دیجیاتو من میخوام یه ریپورتاج برم، بذاریم با هم تست کنیم بچه اینو. بعد مهدی سوالتم میپرسم یا خدا جواب میدم. بذار آره این سوالی که بچه پرسیدن خیلی خوب بود. AI مصطفی پرسید. ببین مثلا من میام اینجا یک جدید باز کنم. ببین مثلا من تو حوزه مثلا حوزه خرید و فروشه الان جلوم دستمال کاغذی لوازم یک بار مصرف فعالیت میکنم. میخواهم در سایت دیجیاتو یک ریپورتاج منتشر کنم. 5 تیتر که نرخ کلیک بالایی داشته باشد و مرتبط با بیزینس من و سایت هدف برای انتشار ریپورتاج پیشنهاد بده. خب ببین 5 تا تیتر بهم میده. چگونه لوازم که مناسب با کیفیت هزینه کسب کار شما رو کاهش میدهد. 5 اشتباه رایج در خرید باعث ضرر شما میشود. مقایسه لوازمی که با مصرف ارزان و با کیفیت کدام انتخاب بهتر. راهنمای خرید لوازمی که با مصرف برای مصرف کافه، رستوران، کسب و کارها. اینجوری رپ میده. حالا خیلی پرامپت هم ساده و سطحی بوده، اما اون اکشن رو اتفاق رو انجام میده
و باعث رلوونسی میشه. شما میتونید لیست سایت ها رو بدین، ببینید بگید من اینقدر بودجه دارم، این سایت ها اینه، کدوم یکی به نظر تو با این دیتایی، مثلا یه فایل اکسل بدید دامیناتوریتی، تعداد صفحات ایندکس شده و چیز مختلف، کدوم یکی برای من آورده ممکنه بیشتر داشته باشه تو ریپورتاج، بهت کمک میکنه. یه پکیج به کمپین میتونی باش ببندی. خب قرار شد این آره اینو به جواب میدم. مهدی، هوش مصنوعی یا انسان؟ علیرضا چی پرسیدی؟ آخر وبینارم راجع به این که آینده اکانت آینده رو میگم آخر وبینار. چشم. پلاس رو بخریم. ببین من صبح تا شبم این کاری که مثلا تو 3-4 ساعت انجام میدادم رو مثلا تو 1 ساعت دارم با AI انجام میدم. خب صبح تا شبم AI بازه. یه چیز رو باهاتون شیر کنم بچه‌ها، یکم براتون قابل لمس‌تر بشه. ببین من وقتی میخوام یه سوالی بپرسم، ببین این چت جی پی تی، این دیپسیک اینجا، این جمینای تو بوکمارکام، این کلاود، این کیو ان و این پریپکسبیلیتی. خب این چند تا رو من همیشه دارم و اینجام چند تا دارم. خب مال متای کوپایلوته. اینو میخوام بهتون بگم که من دارم از این تولز استفاده میکنم و گاهم ممکنه یک سوالم رو همزمان از همه اینو بپرسم ببینم کدوم یکی خروجی بهتری داره. خب بعد بیام استفاده کنم. پس شما هم باید حساب کتاب کنید که این میصرفینه. برای من مثلا میصرفه به عنوان کارآموز که اگه بخوام بیارم به شوق بدم، کف کارآموز اگه قانون وزارت کار باشه، یکی بیاد وردست دستیارت باشه کار کنه، کفش مثلا 10 میلیون تومانه، با درد سر و این که داره یا همیشه در دسترس نیست، بهش بفهمون و امروز میاد فردا نمیده داستانه دیگه، ولی این مثلا با هزینه $20 کارو در میاره. پس این اوکیه. خب این پس من اگه از من میپرسید، اگر شما نیاز دارید به دستیار میتونید 1 ماه تهیه کنید ببینید که آیا واقعا آورده دارد یا نه، که امیدوارم مثلا معتاد نشید بهش و مجبور بشید ماهایی بعد تهیه کنید. اما قطعا آرزو میکنم که اونقدر برای شما سوددهی و آورده داشته باشه، کارتون رو کمک کنه که انجام بدید که برید هر ماه تهیهش کنید. یه چیزی بگم، قرار نیست که حتما برای شما درآمد داشته باشه، حتی برای درس خوندن کمک میکنه، برای تحقیق کردن دوران دانشجویی کمک میکنه. خب برای این کارام کمک میکنه. میگم یه دستیار که خیلی کارا رو کمک میکنه راحت‌تر انجام بدی. فقط این نیست که بیاد برام محتوا تولید کنه اینو درآمدزایی داشته باشه. پس پلاس به نظر من اگه از من میپرسی میگم که مناسبه. مورد دیگه، آره تشخیص محتواش خیلی ساده نیست. برای گوگل ساده است. خب برای آدم ابزاری نیست که بخواد دقیق به شما بگه آدم ها چطور تشخیص میدن. من اگه ابزار AI رو ببینم، خروجی که با AI شده رو چون اونقدر باش کار کردم 70-80% میتونم درست بگم که این با AI نوشته شده نه، چون یک ساختار مشخص داره. اگه باش کار کنید مثلا بولت لیست داره مینویسه، بعضی چیزا رو کوتاه مختصر مفید داره مینویسه، هدینگ یه سطر هدینگ، یه بولت لیست هدینگ مثلا فلان، و میشه تشخیص داد. خب این رو هم خیلی ابزار دقیقی نیست، اما شما میتونید این رو تشخیص بدید. مهدی الان این سوالو میپرسم، دمت گرم، سوالو جواب میدم. بولت زیاد داره، ایموجی زیاد داره، کارآموزا اون ساختار رو تغییر میدن. آره یه ابزار دوست داریم میتونید تقریبا درست بگی یا نوشته نه. همین اگه شیر کنی با همون خیلی خوبه. خب بریم سراغ ادامه اسلاید همون. بچه من این کیس استادی رو باهاتون شیر کنم. کیس استادی جذابیه و خب بعد نیست الان با همونو مرداد الان چکش میکنه. لوکال همین هر موقع اوکی کردی حتما تو اینستاگرام تلگرام بفرست با هم چک کنیم. خب بچه من الان دیگه شما رو نمیبینم، میرم اونور اسکرین کلا چیز کنم. بریم در مورد خوشه‌بندی کلمات گفتیم، در مورد اینکه اینجوری ببین مثلا به شما مایند مپ میده، در مورد پیلار کلاستر ها،
لانگ تیل ها رو میتونه براتون شناسایی کنه. اینجا باز هم لانگ تیل ها اینتنتش رو میتونه شناسایی کنه. در مورد رقبا میتونه داده رو تفسیر کنه، نقاط قوت و ضعف شما و رقبا رو بیاره، گپ لینک ها و کیورد ها رو بیاره، اینتنت کلمات رو که دیدیم ترانزکشنال باشه، کامرشیال باشه، چی باشه، اینا رو میتونه تشخیص بده، به توضیح هم بده. بیشتر برای کارهای روتین و تکراری و زمانبر کاربرد داره و هوش مصنوعی رو به عنوان نقطه شروع محتوا ببینید، نه کل اینکه محتوا رو براتون جنریت کنه. خب آره با استاد نقی، آره اون علیرضا. ببین نسخه ایرانیش رو دارم انجام میدم، این کیس استادی رو با تو اینجا گفتم، اما نسخه انگلیسیش رو با هم میبینیم. نسخه ایرانیش رو مثلا 2 ماه شروع کردم، یه 2 ماه دیگه هم زمان میبره که به نتیجه قابل استنادی برسم. انگلیسیش رو خیلی ساده میگم که چه اتفاقی افتاده تو انگلیسی. بچه یک فردی اومده، توضیح بهتون میدم الان، یک فردی اومده چیکار کرده، بذار اون پاورپوینت رو بیارم من، ببخشید، یکی اومده تا من بیارم بالا، یکی اومده 10 تا سایت زده، این 10 تا سایت رو بر این اساس زده که میخواد ببینه محتوایی که با AI نوشته شده رتبه میگیره یا محتوایی که توسط انسان نوشته شده. فرایندش رو کامل با چت جی پی تی برده جلو، از انتخاب سایت بگیر تا چیزای مختلف دیگه. اگه بتونم اینجا شیر کنم، خب که ول کن، خیلی وقتم نداریم. خب گام اول، ببین اومده طرف یک کلمه رو اختراع کرده با گوگل. ببینم صفحه‌مو الان دارید؟ آره لحظه بچه این مشکل داره. خب اومده یه دونه کلمه اختراع کرده با گوگل که این کلمه اصلا تو سطح وب نیست. کلمه چیه؟ گفته که به چت جی پی تی نسخه قدیمی، حالا یه کلمه بهم بگو، گفته فلمپارانی، این کلمه رو اختراع کرده، اومده تو گوگل سرچ کرده، کلمه فلمپارانی الان هست تو گوگل چون تو سایت زده براش، فلمپارانی قبلا نبوده تو اینترنت، هیچ سایت برش ریزالت نداره. من گفته ببین به من 10 تا دامنه .co.uk بده، همین دامنه رندوم. بعد این 10 تا دامنه رو اومده سایت وب آرکایو چک کرده ببینه آیا صفحه‌ای براش هست قبلا این دامنه روشون سایت بوده یا نه، چون اگه بوده باشه خب میگیم عمر دامنه تاثیرگذار تو سئو، میخواد تو شرایط یکسان اینها رو هم آنالیز کنه. با اچرف اومده بکلینک هاشو چک کرده که ببینه بکلینک دارد یا ندارد، که هیچ کدومشون بکلینک تو ارگانیک سرچ هم که کیورد یا ترافیکی نداره، هیچ چیزی، همشون صفر. اومده تو گام بعدی 10 تا دامنه بوده، 5 تاشو داده با چگالی کلمه یکسان برای فلمپارانی AI نوشته، 5 تاشو داده انسان نوشته. خب چگالی کلمه، هدینگ ها، همه چی یکسانه. اینم با AI محتوا رو نوشته و نتیجه‌ای که داده ببینید این 10 تا سایت اومده کانتنتش رو به صورت کد HTML شیر کرده باشون. خب آپ تایمش هم حتی چک کرده، 100% همین 10 تا دامین آپ تایم یکسان دارن. خب ببینید رتبه ها رو میخوام با هم چک کنیم. اینجا ببینید وقتی کلمه فلمپارانی رو اون موقع سرچ کرده، نتیجه‌ای که داده ببینید رتبه اول سبزها خروجی انسانه، اونی که انسان نوشته. رتبه اول مال انسانه، دوم انسانه، سوم AI، چهارم انسانه، پنجم انسانه و نیمه دوم از 5 تا 4 تا AI. نیمه اول برد با انسانه.
اگه اینجا دقت کنید سبزها تجمع بیشتری دارن در نیمه بالایی جدول. اوایل خیلی سینوسی و دنس زیاد اتفاق افتاده، اما بعدا مثلا اول، دوم، چهارم، پنجم انسانه، یعنی از 5 تا 4 تاش جزء 5 تا اولی، یعنی خب تو نیمه جدول. به صورت کلی اگه میانگینش رو چک کنیم، رتبه‌ای که محتوای انسان نوشته میانگین 4 رو داشته، رتبه‌ای که AI نوشته میانگین 7 رو تقریبا داشته. خب پس میشه گفت که تا جایی که ما میدونیم با اون چند ماه پیش الان شاید اوضاع فرق کرده، ولی در کل محتوایی که انسان داره مینویسه رتبه بهتری داره میگیره نسبت به محتوایی که AI داره مینویسه. هم البته قطعاً چیزی که پرامپتی که یک آدم که 2 سال داره با AI کار میکنه داره مینویسه، خروجیش احتمالا از یه نویسنده خفن هم شاید بهتر باشه. اینو نمیشه نسبت بهش نادیده بود، چشم‌پوشی کرد ازش. اما در کل مثلا بیای بنویسی یه دونه مقاله به من بده در مورد مثلا این لیوان این فنجان، خب قطعا خروجی که ببینه خروجی به درد نخوره. گرچه خیلی از نویسنده ها، البته با احترام به نویسنده های با وجدان، شیر فلکه رو باز میکنن، کلمات رو کنار هم میچینن و خروجی که داره خروجی خیلی جذابی نیست و AI خیلی ساده تر از خروجی خیلی از نویسنده ها بهتر و قابل اعتماد تره. اینجا هم یک زمان تقریبا 4 ماهه بود. اگه اینجا ببینید آپریل، می و 2 ماه دیگه هم اینجا میبینید تقریبا تو طول 3 ماه تا 4 ماه این آزمایش رو طی کرده. منم الان دارم برای زبان فارسی انجام میدم، ولی تا وقتی نتایجش نیاد نمیخوام شیر کنم که اسم اون سایت ها لو بره. میخوام نتایجش کاملا ولید و معتبر توی این محیط کاملا آزمایشگاهی باشه. محتوایی که انسان نوشته بدیم برامون بهینه کنه، ببین بستگی داره. مثلا من برای بیزنس‌های کوچیک من میگم که برید کل کارش اصلا میتونید به AI انجام بدید. چرا؟ چون من برای بیزنس کوچیک 2 تا راه دارم: یا بیام محتوا بنویسم ببرم جلو، بیزنسم به یه جایی برسه، یا اصلا انجام ندم که همونجا بیزنسم فیل میشه. خب من میگم آقا برو انجام بده، برو تا یه جایی حتی با AI میتونی ببر جلو کارتو و نتیجه بگیر تا اینکه اصلا این کارو انجام ندی. تو چرخه شانس خودتو قرار بده با کمک AI. هر کسی هم میگه نتیجه نمیگه ول کن. بیزنست کوچیکه، برای بیزنس لارج اسکیل که مثلا یه چیز مثل بیتوین، دیجیکالا، فلان و بسان، من میگم که ریسکه. ممکن رقبایی بیان یه اکشن بزنن یه صفحش بره بالا، ممکنه میلیاردها روی درآمد اون بیزنس تاثیرگذار باشه. من این ریسکو شاید به این سادگی انجام ندم، اما برای تو خب میگم انجام بده. امین میگه که من این سایتی داشتم که با AI واسش محتوا نوشته بودم، خوبم رتبه گرفته بود، ولی یک بار همه محتوا رفتن صفحه دوم سوم اصلا نفهمیدم چی شد. خیلی چیزا رو باید بررسی بشه. رقیبتون چی کار کرده؟ آره اگه AI خالص باشه، آره اصلا میگم برای سایت مهمتون این کار انجام ندین. ریسکه، ممکنه رتبه بگیره، اصلا نمیشه گفت که نمیگیره، ولی ممکنه رتبهش هم از دست بره. محمد گفته که تاپ 10 دارم، بهترینا رو تو سایتم میذارم، تازه استارت زدم، تولید محتوا استفاده میکنم، برای عکس کپی پیست میکنم. میشه در مورد صحبت کنید؟ آره ببین برای عکس وقتی مینویسیم مثلا بریم سراغش. ببین من الان برای چت جی پی تی نسخه دال-ای مینویسم. یکی از بچه‌ها نوشته بود، البته همدست برای کروم نیست، بچه لینکش رو دوباره من اینجا میذارم، برای نسخه گوگل کروم و فایرفاکس هست. نسخه اولیه‌اش رو آپدیت هم میدیم، میتونید نصب کنید، بهم فیدبک بدید در موردش، اینکه چیکار کنیم بهبود بدیم همدست رو. ببین مثلا من میگم که یک نفر رو رسم کن که در حال ترید کردن است. یه پرامپت خیلی ساده. حاله که من یه تصویری که حاله آبی سبز رنگ داره. خب کنتراست تصویر با این یکم ممکنه که مشخص که AI داره. با هم ببین آره آبیه. ببین این تصویر رو من پیشنهاد میدم استفاده نکنید.
چرا؟ چون تابلو ای از این اعدادی که هست، از این رنگی که هست، گوگل برای من وقتی توی سایت میبینم جذاب نیست، مخصوصا تصویری که آرشیویه، یعنی هیچ مفهوم و ارزش خلق نمیکنه. ما میگیم تصویری که استفاده میکنید ارزش خلق کنه، نه اینکه تصویر من سئو میگه که باید تو متن من عکس باشه، نه وقتی آورده ای نداره بهتر نباشه. من خودم اینو اسکرول میکنم، اصلا این سایت میرم میبینم که آقا همه چیز قیمه ها ریخته تو ماستا ریخته تو قیمه ها، میرم. اما وقتی بیام یه پرامپت کامل بنویسم بگم که یک عکس رئال با توجه به اینکه اصلا شبیه خروجی با هوش مصنوعی نباشه، در مورد یک مرد که در حال ترید کردن است رسم کن، عکس کاملا واقعی باشد و کنتراست رنگ آبی زیاد نباشه. خب الان ببینیم داره چیکار میکنه. ببین الان میده یکم موز از قبلی بهتر. من این عکسی که میده رو احتمالاً استفاده کنم، امیدوارم که شرمندمون نکنه و عکس درست درمونی بده. آره یکم مثلا روال شد ولی بازم جا داره. میبینی نصف سایزشو میگم که آقا 9 به 16 به 9 بده و چیز این شکلی باش ور میرم، یه پرامپتی مینویسم، یه خروجی میگیرم ازشون. خب بعد میام باهاش کار میکنم. 2-3 سوالم پرسیدم بچه ها، یکی که گوگل بفهمه هوش مصنوعی نوشته صحبت دوستان نتیجه خوبی نمیگیریم. آره تا اینجای داستان AI میتونه به عنوان دستیار باشه. از کجا بخریم؟ از نامبرلند میتونید بخرید، از ایرانی کارت میتونید بخرید، سایت مختلف میتونید AI بخرید. حالا لینکش رو من تو گروه میذارم، تو کانال تلگرامم و استوری هم میکنم، میتونید از اونجا بگیرید. در مورد AI ایجنت ها اگه بخوام توضیح بدم، ببینید یکم تخصصی این موضوع اگه بخوایم در موردش وارد بشیم. یه لحظه. خب یکم در مورد AI ایجنت اگه بخوایم وارد بشیم یکم تخصصی. خب خیلی واقعیتش اینه که من دیتا نسبت به این موضوع ندارم. مثلا سیری یا گوگل اسیستنت یه جورایی ایجنت AI یا ربات هایی که مثلا چت بات هایی که هستن به اون پشتیبان و به مشتری ها جواب میدن، اینا میتونم بگم که یه نوع AI ایجنت هم. خب خیلی دیتا ندارم. سوال رو یکم کاملتر اگه بپرسی تو تلگرام یا تو اینستاگرام رضوان جان احتمالاً بتونم کمک کنم، چون میگم دیتای عمیقی ندارم. بعد اگه با سوالی دارید آینده رو بگم. کانال تلگرام و اینستاگرام رو این بالا نوشتم، دوباره من میذارم. اینستاگرام، تلگرام. خب ببین آینده سئو بچه‌ها نسبت به چند سال پیشش تغییر کرده. 5 سال پیش حتی 2 سال پیش سئو این شکلی نبود. 10 سال پیشش نسبت به 5 سال پیشش فرق داره. این روند مدام در حال تغییره. خب پس شما هم باید به این موضوع آگاه باشید که خودتون رو یه لحظه یه چند دقیقه خودتون رو نسبت به این موضوع آپدیت کنید. خب داستان از چه قراره؟ از این که نحوه سئو کردن تغییر میکنه و اما خود ماهیت سئو همینه. شما مثلا ببینید خود من دارم از AI بیشتر استفاده میکنم در مورد سوالات پرسشی که دارم، مثلا این چیه اون چیه، این مشکل رو چطور حل کنم. اما برای یه سریا همچنان داره سرچ میشه. مثلا گوگل نمیاد بگه که خرید مثلا بیت کوین چیه، از AI کسی اینو نمیپرسه. موبایل راهنمای مثلا خرید موبایل، ویدیو موبایل یا مثلا خرید آیفون 13. پس این چیزا هست.
سئو از بین نمیره به شرط که شما آپدیت نگه دارین خودتونو. فرایندش تغییر میکنه، AI واردش میشه و چیزای این شکلی. نکس اسکیل آکادمی رو حتما تو تلگرام داشته باشید. محمد رضا عزیز مرسی از شما. نگران آینده سئو نباشید، خودتون رو به روز نگه دارید، تو فرایندهای روش‌های سنتی سئو قدیمی نمونید. همین که اومدید تو این وبینار خیلی اتفاق خوبی براتون دارید، برای خودتون دارید رقم میزنید، نشون دادید که دارید تلاش میکنید تو کورس سئو بمونید و آپدیت کنید خودتون. من کارن آهنگری تو وبینارهایی بودم که شاید طرف 1 سال سابقه سئو نداشته ولی رفتم یه چیز یاد گرفتم. تو دوره‌های مختلفی تو وبینارها ایونت‌ها شرکت میکنم تا یه چیزی یاد بگیرم، گرچه خیلی‌ها باید بگیم که شاید گارد بگیریم نسبت به ایونت‌ها و وبینارها، ولی 1-2 تا نکته هم یاد بگیرم حله. مرسی ازتون. کانال نکس اسکیل آندرلاین آکادمی رو تو تلگرام دنبال کنید. مرسی از بچهای نکس اسکیل. امیدوارم که خوب بوده باشه براتون. گرچه میگم آخر وقته و آخر سال، خیلی بدو همه یکم شاید خستگی باشه. تلاش کردم که با فول انرژی بتونم دانستهام باتون شیر کنم. اگر سالی نیست بریم، امیدواریم که سال بعد سال خوبی برای هممون باشه. سختی ها کمتر، قیمت هایی کم، متعادل تر. خداحافظ بچه‌ها.